دخترم خوبی؟ شوهرت آمد؟ نه اوچه جان حال نامده. نه؟ من با تو چی گفتم من؟ نه من با تو چی گفته بودم؟ او آنها میخواد سوداگی کرده شی؟ از بالای سرت با 10 تا زن دیگر گرفته می آید. تو نمیفهمی؟ اوچه جان میفهمم آخه کارهایش بسیارند. ایسر تو بگو کار میکند میباید خسته دلم نمیشود یگان چی گویم شه. تو طرفی کی رفتی ها؟ او از مادرت عبرت گیر من داده تبی؟ ساعت 6 نشده علاقه در خانه. آخر زود پرسیده ایست و در کجا میگردد با کیها میشیند؟ من گوش کن اف پف نکن من با تو کمتر خودت فکر کن. وای خودش کی؟ در کیسش یک تینی پوچک هم ندارد او؟ بله. من گپم گفتم تو فهمیدی؟ اوچه جان بله خیر امید من خیر بله. ماده نه بیستم خودتو نگیرم بسیار خسته میتاوین امروز بار زیاد آمده بود هم برو جابجا کنیم امران خوبه؟ ها خوبه امران لابه اوچه جان ها؟ شوهرت اجازت نمیدید که تلفن اوچه جانت رو برداری؟ نه بخشش اوچه جان بند بودم دیگر گپ نزن فشارم بلند نکن ها؟ پگاه تیار شو بخچه‌ات جمع کن خودم گرفته خانه میارم اوچه تمام گپم یکتا گوشید به بچه جان نگو برو بچه جان نه وقت بچه جان شیفته گز برو
عمران آچا جان من دادم یاد کردم دادت نیست دادت مرد این خیلی دادی دایدویه نبودنش بهتر دادم یاد کردم صدقی فرزند شما باید دادت آنوش چایته؟ چی شخ شده ماندی؟ ای خدا منو گوش کن حالا یک ماه نگذشته همه پیاله‌هامو شکستی همه چیزامو پاره کردی هر کسا در خانه خودش فهمیدی بوزکمو چهچهش کم منو گوش کن اوچتا گیرو خانه دادت برم همه اولادت نمانی با رنگو نمودی اولادت من بذار رنگو نمودی اولادت بذار فهمیدی منو بذار شدم تز جمع کن پیاله‌هایم بچه جون صبرینا جان اینو خیلی سخنی من است من خیلی کوشش کردم که زندگی من ویران نشود به همه کمبودی ها چشم پوشیدم 100 بار گفتم که به گپ مادرت گوش نکن هرچند مادر عزیز است بزرگ است اما عقیده سالم را نه همه مادران دارند من تمام داراییم را به تو بخشیدم خانه و در از تو فقط یک خواهش دارم فرزندم را خوار مکن تو مرا دیگر نمی‌یابی زمان خواندن این مکتوب من شاید در وطن نباشم شاید در دنیا نباشم خدا حافظ نه نبایدم بشو آنجا این چی گوری کردگیر بود من زندگی کردم میخواستم
عزیز، برای زندگی آسایشته دخترانتان درست اندیشه نمایید. طفلکان را زنده یتیم نسازید. پشیمانی ندارد سود.